سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی. وقتی که خون یک شخص غلیظ میشه، کبد چرب اولین عارضش اینه که خون غلیظ تولید میکنه که توی بدن پخش میکنه. بنابراین خون غلیظ در عروق ریز رسوب میکنه. ریز در این عروقی هستن که چشم ها رو تغذیه میکنن. به عبارتی رگ‌هایی که چشم‌ها رو تغذیه می‌کنن ریزترین رگ‌ها هستن. به این دلیله که وقتی چشمتون تار میشه با کمی مالش بعد از 2 دقیقه دوباره دیدتون برمیگرده. یعنی با ماساژ این رگ‌های ریز رو باز کردیم و جریان خون لطیف رو برقرار کردیم و چون این رگ‌ها ریز هستن پس کمترین غلظت خون در اونها رسوب می‌کنه و یه لایه تیره میبند. تیرگی میشه گرید 1، 2 تیرگی میشه گرید 2 و 3 تیرگی میشه گرید 3. بعضی مواقع هم کل صورت تیره میشه و گونه روشنه و حاله دور صورت و پیشانی تیره هستش چون غذا رو اصلا نجویده. توی رگ‌های بی تحرک مثل کتف به اندازه کف دست تیرگی میزنه و رسوب میکنه. از این جهت کسانی که غذا رو کامل میجوین در هر سنی که باشن صورت کاملا شفافی دارن. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم با من همراه بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.